در اینجا مثال سه نامعلوم رو باید یابیم m x و k. چه کار میکنیم؟ بیاین اول x رو یابیم. چه که ما میدونیم این دو کنجی که در درون هستن سومشون هم وقت به 180 برابر است، یعنی x جمع 20 جمع 4x جمع 10 به 180 برابر است. 5x جمع 3 برابر 180 و از اینجا ما 5x برابر 150 میشد و x برابر 30 میشد. اگر x برابر 30 باشد این کنج به چند برابر میشود؟ با 50 برابر میشود، چون که 30 جمع 20 و این کنج به چه برابر میشود؟ 4 ضرب 3 120 130 گرادوس برابر میشود. اکنون ما دیگر نامعلوم ها رو یافته میتونیم. اگر اینجا 130 باشد m چه میشود؟ 130 جمع m باید 180 باشد و از اینجا m برابر 50 گرادوس میشود، یعنی m برابر 50 گرادوس. برای k رو یافتن باز همه منطق رو استفاده میبریم. m جمع k اینجا نامعلوم است. m جمع k در اینجا نویسیم. m جمع k باید 180 باشد. با میداریم که 4x جمع 10 و k این کنجهای عمودی یک بار از همون جمع گرفته میتونیم. k برابر چند میشد؟ 30 میشد. 130 برابر است.